دوستان سلام. این پست آموزشی در مورد لزوم استفاده حرفه‌ای رنگ مشکی ایوری در نقاشی است. یکی از موارد استفاده تخصصی و علمی ثابت شده رنگ مشکی در نقاشی بحث تکنیک گلیز هست. شما یه سطح با ماهیت رنگی مشخص در نقاشی دارین و میخواین سایه اون رو به دست بیارین. کافی انتهای قلمو رو روی اون سطح قرار بدین و سایه واقعی اون رنگ رو به دست بیارین. بهترین، حرفه‌ای ترین و سریع ترین روشی که شما میتونید به اون سایه برسین استفاده از رنگ مشکی برای گلیز هست. برای این کار شما مقداری رنگ مشکی ایوری رو با روغن ترکیب میکنید و به این درجه از قوام رنگ میرسونید. بعد از اینکه با دستمال اون مقدار رنگ اضافه نوک قلم رو گرفتین، اینجا ما رنگ قرمز رو انتخاب کردیم. رو سطح مورد نظر و گلیز رو انجام میدیم. این سایه دقیقاً همون سایه‌ایه که قلموی ما داره روی کار ایجاد میکنه. ولی رنگ آبی ببینید دقیقاً همون سایه است. چقدر راحت بود. دوستان جالب اینجاست هر رنگی رو با نژاد خودش به اون سایه میبره. نگاه کنین. پس بهترین راه و سریعترین راه برای ایجاد سایه استفاده از گلیز رنگ مشکیه. آخر یه توصیه براتون دارم دوستان. به حرفا توجه نکنید. ببینید به کی دارید گوش میدید. نتایج و سرعت اجرای اون فرد رو در نظر بگیرید در آموزش. خدا نگهدار.